به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز یک برنامه واقعا هم خیلی غمگین کننده است، البته برای آنانی که این حادثه را میفهمند و میدانند که چهره کثیف و قاتل و ناانسان و ناتاجیک رحمانوف چگونه هست. و البته واقعا هم این همه عملکردهای رحمانوف یک پیام است برای ما و ما هم این را درک نموده، ولی با اطمینان کامل در این برنامه پیام خود را در این عمل کردی کثیفانه اس یتیموف و رحمانوف حتما برایشان خواهیم گذاشت. اصلاح. هنوز ماه ایون سال 2025 خبر از زندان ترکیه آزاد و به تاجیکستان فرستادن سلیمان قیوموف را در برنامه نامه ها از ناحیه های شماره 251 نشر کرده بود. یک کم پیش از این در یکی از برنامه های منبر مهاجر هم این خبر را به مردم رسانده بودیم. طبق معلومات آن شب و روزها سلیمان قیوموف را از ترکیه آورده بودند و وی در سیزا نگاه داشته می شد. سلیمان قیوموف قاتل شهید عمرعلی قواتوف، راهبر و مؤسس حرکت اپوزیسیونی گروه 24 است که در مارس سال 2015 با تیر تفنگ به صدا عمرعلی را در حضور فرزندان و همسرش در یکی از خیابان‌های استانبول در پشت سرش پرانده به شهادت رساند. الله جایش را جنت گردانده باشد. دادگاه ترکیه در آن سال قاتل اجر کرده رحمانوف را برای این جنایت سنگین به حکم ابد محکوم کرد، اما با گذشت 10 سال از حکم دادگاه ترکیه نفری که با حبس ابد محکوم شده بود حالا در خیابان‌های دوشنبه سوار لکسوس می‌گردد. نامه زیر در همین باره معلومات به اصلاح می‌دهد. السلام علیکم، استاد محمد اقبال. این نامه را از شهر دوشنبه برایتان می نویسم. باور دارم این خبر برای مردم تاجیکستان و تمام مخالفین به تفاوت نخواهد بود. من وابستگان سلیمان قیوموف، نفری که سال 2015 عمرعلی قواتوف اساسگزار حرکت سیاسی گروه 24 را در استانبول به شهادت رساند، رو و آب و آشنایی دارم. سلیمان قیوموف را از زندان برآوردند و حاضر در آزادی به سر میبرد. با این مناسبت در خانه دادر سلیمان قیوموف در دوشنبه و واسه نانی کلان دادند. ما هم دعوتی بودیم. نام دادرش عبدالرحمن است. در شهر دوشنبه با وی خانه تحفه کردند و با جای کار تامینش نمودند. جای کارش را حالا من نمیدانم. با سلیمان قیوموف در ریان هم خانه و در دادند. در مرکز ریان واسع در کوچه فردوسی خانه 8 زندگی میکند. اول آمد در خانه تهایش در قریبی های بازار کاروان دوشنبه ایستاد و زندگی کرد. بعد از اینجا بردنش واسع. در واسع هم بعد 2 روز انجام ماه رمضان نان دادند. همسر سلیمان وقتی میفهمد که سلیمان زندانی یک عمره شده است، تاب و توان را از دست میدهد و دیگر هر دسته و پول نیراس میشود. با بچه‌ها اساساً بچه‌های امنیت و اموده در دچه های ورزاب چند سال بود که میرفت و استراحت میکرد. بله، وقتی که همین خیلی خانه مردم خراب کردین، همین زنی مردم میشود. نه پول فایده دارن نه مول. زن سلیمان در بیمارخانه واسع همشیره شفقت میسستره بود، مساج میکرد، لیکن بچه‌ها میبردند و خیلی دیگه که اوش فهمیده. خود سلیمان قیوموف همه چیز را میداند. اکنون و حالا پس از آزادی سلیمان چی گپ میشده باشد، اینش خیلی عجیب است. در بازار سلطان کبیر ناحیه واسع هم برای دادرش مگزین تحفه کردند. آنجا عبدالرحمن دادر سلیمان قالین فروش است. این جایزه ها با سلیمان و دادرش برای اجرای با موفقی میسیه و خوشرو اپرودت کردند. کشتار عمرعلی قواتوف داده شده است. انا پرزیدنت برحمش. بله.
عمر علی خواتوف از جمله آن سیاستمدارانی که طرفدارانی زیاد داشته باشد نبود. این را همه میداند. خودش را مرحوم گفته بودند در کره سیاست گداخته و آب و تاب یافته، سابقه و تجربه زیادی سیاسی داشته باشد هم نبودند. بله، اما مرحوم در فرصت اندک به یک شخصیت پیشتاز و پیشروی نیروهای مخالف رحمانوف بدل شد و در یک فاصله کوتاه جایگاهی نمایان و ریتینگ بالا کسب کرد. مورد توجه عامه ها قرار گرفت و در قیاس با اپوزیسیون آن وقته، مثلا تشکیلات پرنفوذ و پرجمعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از هر گونه رویارویی با رژیم امتناع می‌ورزید، عمر علی خواتوف با عنوان راهبر حرکت نوی سیاسی گروه 24 با صراحت و آشکارا به سرنگونی و نابودی رحمانوف و رژیم وی دعوت میکرد و همین دعوت‌های آشکارا و عاموی او را بر رقیب سخت رحمانوف در میدان سیاست مبدل کرد. دعوت وی برای تظاهرات در تیر ماه سال 2012 در دوشنبه برای مقامات رحمانوف مثل رعد و برقی تموز ناگهانی بود و تهدید آشکارا و جدی حساب می‌یافت. از اینجا بود که آن روز تمام جاده‌های پایتخت پر از ماشین‌های زره‌پوش و نظامی‌ها و ملیسه‌های مسلح شده بود. چند روز قبل از آن هم نیروهای ویژه و تعیینات مخصوص مقامات قدرتی ضد صحنه‌خیزی و خیابان برایی در میدان نزدیک کینوتئاتر همکنون سابق جامی تمرینی ضد تظاهرات دایر کرده بودند که دلالت از ترس و تهلکه رحمانوف میکرد. البته همه شاهدید که در سال 2014 وقتی عمر علی خواتوف در 10 اکتبر اعلان تظاهرات نموده بود، واقعا هم دیوانه شده بود این رژیم و تمام جوک و جاندار و همه نیروهای مسلحش به خاطر اینکه مبادا مردم بخیزن گفته یعنی آماده کرد، ولی بالاخره آنچه فکر میکرد آن نشد. اینجا میخواهیم یک اقتباس را اگرچه طولانی هم باشد درباره عمر علی خواتوف از یک مطلب قبلی همان که 12 فوریه سال 2022 تحت عنوان فرمایشگر و قاتلان عمر علی خواتوف آشکار شدند. بله، که در آن زمان در پایگاه اصلاح هم نشر شد و اینچنین در یعنی اصلاح تیوی نشر شده بود. خدا بیامرز، خواتوف از مؤسسان شرکت فراز بود که بعداً شمس‌الله صاحباوی داماد رئیس جمهوری او را نه تنها از شرکت محروم بلکه تمام دارایی و مالکیتش را هم تصرف نمود و کار کرد که خسورش با استفاده از فشنگ دولتی او را با عنوان یک جنایتکار معرفی بکند. قصهش طولانی است ولی همین را بگویم که وقتهای اخیر عمر علی شهید دیگر نه تنها با یک منتقد و افشا سازنده اعمال جنایتکارانه رحمان و خانواده‌اش بلکه با یک سیاستمدار مردمی و لیدر صدها هزار از مهاجران بدل شده. تهدید جدی و پایه‌های قدرت امام علی رحمانوف محسوب می‌شد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 خواتوف را در کشور رسما منع و آن را بر روی خط سیاه سازمان‌های افراطی شامل کرد. هرگاهی که عمر علی خواتوف طریق شبکه‌ها و به خصوص شبکه ماهواره‌ای کاپلیوس سخنرانی ها میکرد، جان از قالب رحمانوف بیرون میشد. شاید $10 میلیون مصرف کرده بود که او را با هر راه و واسطه به وطن بازگرداند. چند نوبت توسط اینترپول پلیس بین المللی او را مورد بازداشت و بازپرسی قرار داد، اما هیچ یکی از این کشورها با شمول همین ترکیه راضی نشدند که شهید عمر علی را به تاجیکستان استرداد کنند. از اینجا بود که تهدید و اخطار زیاد او به عمر علی خواتوف کمترین تأثیر نداشت. دیگر امام علی رحمانوف تصمیم گرفت که او را جسما از بین ببرد و همین طور هم کرد. این مسئولیت را رحمانوف بر دوش رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گذاشت. رمضان رحیمزاده سلیمان قیومی واسعی را برای اجرای این عملیات جلب کرد، اما سلیمان قیوموف نقش اگنت گماشته و برنامه ساز عملیات قتل عمر علی را بر دوش گرفت. او را چند مدت در وزارت داخلی آموزانیدند. تخمینا 6 ماه او نقش را که باید ایفا میکرد مشق کرد. بعد که مطمئن شدند که او از عهده اجرای نقشی بر دوشش واگذار شده برآمده میتواند، راهی استانبول کردند. سلیمان قیوموف در ترکیه خود را سوداگر و تاجر راست کرده، حتی کارمند نظافت مسجد در نزدیکی فرودگاه
آهسته آهسته به مرحوم عمر علی قواتوف و یارانش نزدیک می شود. نزدیک شوی داخل ناخنک اولین مرحله های نقشه کشتار بود که او موفق شد و توانست که در یک فرصت کوتاه با عمر علی قواتوف آشنا و حتی دوست بشود. خانم شهید عمر علی از نزدیک شوی شوهرش با سلیمان قیوموف خوشبین نبود در آغاز، که بعداً با خبرنگاران این نگرانیش را اظهار نموده بود. خبرگزاری ها در آن شب و روز نوشته بودند که پنجمی مرد قواتوف همراه زن و 2 پسرش به خانه یک هموطن تاجیکستانی با نام سلیمان قیوموف برای ضیافت شامگاهی دعوت شده بودند. با عائله زهر خوراندند ولی آنها زنده ماندند. در این ضیافت با شهید عمر علی برخی از رفیقانش از جمله سهراب ظفر، حسین اشورف او را همراهی می نمودند. غذای زهرآلوده به همه اینها هم تأثیر کرده بود. همه به حال و به مدار بودند و با مرحوم نتوانستند از خانه بیرون شوند. عمر علی اما اصرار می ورزد که باید از خانه بدر شد، چون اینجا چه گپی هست. خود سلیمان قیوموف با بهانه آن که غذا از گوشت گوسپند تهیه شده است لقمه سمت دهان نمی کند. وقتی عملیاتی با زهر کشتن عملی نمی شود، مرحوم قواتوف را در کوچه زمانی که در یک دست همسر و در دست دیگر دستانی یکی از کودکانش را داشت و منتظری تاکسی بودند، از پشت سرش پراندند، از پشت سر و با تفنگی به صدا. بله بیننده گرامی، این پایانی اقتباسی آنچه در اصلاح نشر نموده بودیم. بیننده عزیز و گرامی، علت و انگیزه کشتار شهید عمر علی قواتوف سیاسی است. امام علی رحمانوف از عمر علی قواتوف برای آن ترسید که وی از کولا بود و می توانست که ناراضی های این منطقه را که بر ضد رحمانوف وقت و ساعت را منتظرند به هم بیارد. علت دیگر نیز آن بود که مرحوم به حد از رحمانوف خسته شده است و وقت یک چنین نفر مثل قواتوف که با عائله رحمانوف همکار بود روا داشت در مقابل وی قد علم میکند، حتما همراهش میشدند مردم و طرفداری میکردند از او. خلاصه رحمانوف برای آن که از کرسی و قدرت محروم نشود راه چاره را در محوی فیزیکی عمر علی قواتوف دید و این کار را کرد. امام علی رحمانوف هر کسی را که دعوای سیاسی کرد، هر کسی را که نفوذ و جایگاه پیدا کرد یا کشت یا زندانی کرد یا وادار به فرار از کشور نمود. اما راستی ما هنوز هم نفهمیدیم که حکومت ترکیه نفری را که با حکم ابد مجازات شده از چگونه آزاد کرد. بنابر نوشته مؤلف این نامه، سلیمان قیوموف تا رهاییش در سیزای دوشنبه قرار داشت و ای در آنجا نزدیک به 1 سال ایستاد. پیش از عید رمضان جوابش دادند، چون که وی میسیش را دیگر اجرا کرده بود، کارش را کرد. این گونه فرضیه ها هم هست که گویا سلیمان قیوموف را با یک نفر از تبعه ترکیه که در یکی از مؤسسه های تعلیمی فتح الله گولن در دوشنبه کار میکرد و از افراد نزدیک گولن بود تبادل کردند. بر عوض آن نفر همچنین حکومت تاجیکستان توانسته از سهراب ظفر راهبری همکنون پیشین گروه 24 و نسیم جان شریپوف را از ترک ها بگیرند. ولی این حرف ها فقط فرضیه اند، میتوانند چنین باشد و میتوانند نباشد. خوب اکنون واقعا هم برای آنانی که اردوگان را میگویند این است و آن است، خوب دیگر همین کفایه است. واقعا دیگر نمیدانیم چی بگوییم. تنها و تنها فکر باید کرد قبل از آن که مدحیه سرایی برای کسی میکنیم. اما بیننده گرامی، این که سلیمان قیوموف حالا در آزادی است و در دوشنبه به سر میبرد واقعیت است. این تهمت دروغ و چیزی ساخته نیست. بنابر نوشته مؤلف این نامه، همان شب و روزها که واسه آمد و نان دادن با یک لکسوس چند روز با کتگی و هوا بلندی گشت. در اصل او را زپرتش مانده بودند که نرا با واسه یکی ژورنالیستو درکت را میابند و غوغا و ولوله میخیزد، باز میآرند و محکمت میکنند. ولی واقعا هم او دیگر کارش را کرده بود و به پروا میگشت. برای همین اگرچه نان دادند، فقط دور و بری هایش اشتراک کردند. هیچ کس نآمد خبرگیری. خودش با لکسوس آمد در ریان فرگشت، کتگی خود نمایی کرد. ولی آنجا آدم هایی بودند در کلاب که گفتنش خیلی کاری خوب کرده که باز در اینجا کتگی کرده گشته است، باز زن تفلان نکنند. بعد تقایش پگاهی بر وقت آیسته میگیره سلیمانه و میگه که بیا هوی بخو رفتیم که راستت میگن تو در اینجا
چی کی تو چی کار کردی؟ همه میدونن تو یگان قهرمانی نشان دادی که در ایجا بلک سوزگشته استی، تو کلوبی خودمونه کشتی. واقعا درست است. بعد گریخت و آمد با شهر و حالا با زنش در دوشنبه زندگیشان یک جای رفته ایستاده است. خب دیگر وقتی انسان که پیرو رحمانوف شد دیوس هم می شود. همین است پیروی از رحمانوف. حالا سوال اساسی اینجاست که رحمانوف سلیمان قیوموف را چرا آزاد کرد؟ بیشتر از این خانه و ماشین تحفه‌اش کرد. رحمانوف چی گفتنی است؟ تقدیر و تحسین بیش از این دادن جایزه و انعام به یک نفر قاتل از طرف رئیس یک دولت چگونه باید فهمیده شود؟ وقتی رئیس جمهوری یک قاتل را آزاد و بشریت میکند، مگر آن رئیس جمهوری کفیل و ضامن سلامت و امنیت حیات شهروندان شده و یا بوده میتواند؟ ما مطمئن نبودیم اما حدس میزدیم که سلیمان رها میشود. رحمانوف هم او را آزاد میکرد، معلوم بود، چون که سلیمان امر به واسطه رحمانوف را اجرا کرده بود. اما ترکیه این قرار رحمانوف را چگونه پذیرفته باشد؟ واقعا این است عجابت کار. وقتی دادگاه ترکیه دین کرد و حکم ابد داد و 10 سال چیناند، اما رحمانوف آورد و آزاد کرد و ماشین و خانه داد. یعنی رحمانوف ترکیه را هم زد. ایمیج ترکیه در سطح بین المللی چی شد؟ دولت ترکیه چی فکر میکند؟ جنایت قتل قواتوف در ترکیه با امضا و دستور رحمانوف به اجرا در آمده است، وگرنه چرا قاتل مکافات میگیرد از دولت؟ بله، با این کار امام علی رحمانوف تصدیق و اقرار میکند که مرحوم عمر علی را وی کشته است. تصدیق کرد که عملیات کشتار و محو فیزیکی شهید عمر علی را وی سرمایه گذاری کرده است. قاتلی که جنایتش دین و زندانی شده است، حکم ابد گرفته است، می آید و جایزه و انعام می گیرد. اما این که او را مکافات دهد، سوار لکسوس کند، معنا و پیامش این است که این دولت نیست. این دولت عملا APG، گروهی متشکل جنایی است که با هر راه و واسطه باید خود را حفظ کند. گفتنی است که هر کی با من است، هر کی مرا بانی میکند، آدم کشد هم جایزه میگیرد. رحمانوف میخواهد به حریفان و رقیبان خود ضربه روحی و روانی وارد کند، شب خون بزند تا که کسی سر نبردارد. دادن جایزه به قاتل رقیب سیاسی همین مضمون را دارد که من آماده ام برای کرسیم آدم را کشم، من از یگان جنایت رو نمیگردانم. اینجا دیگر همه چیز به هم آمیخته شده است. وقتی زاکاسچی پرزیدنت است و وی چی می شود یا از او چی می شود توقع کرد؟ حالا مثلا رستم که آید و نفر امثال عمر علی قواتوف در رقابت برخیزد، وی هم می کشد. رحمانوف با رستم آدم کشی را هم می آموزاند یا که اوژه آموزاند. این سوال است که باید هر یکی ما و شما بپرسیم. ولی در بین رحمانوف با مردم به حیثی کی معرفی می شود؟ آیا ما تاجیک ها باور بکنیم که دولت داریم و این دولت ما قانون دارد کی گناهکار را، جنایتکار را، آدم کش را جزا می دهد؟ و یا برعکس ما با این اندیشه و خیال باشیم که رئیس دولت ما خود آدم کشه؟ از سوی دیگر کشتار عمر علی قواتوف نشانه عجز و ناتوانی و ضعف رحمانوف و حکومت وی است. چرا؟ چون که یک نفری که با توده و انبوه و ازدحام، یعنی با خلق کنار آمد، پشتیبانی و دستگیری یافت، تبدیل به امید و آرزوی مردم شد، رحمانوف خطر را در سیمای وی می‌بیند. این طور که بگذار رقیب وارد میدان و عرصه بشود و این که بگوید آماده است با وی دست و پنجه نرم کند، شاه و شانه بزند، جرأت و جسارت ندارد، زیرا میداند که شکستش ناگزیر است. شما حریفان انتخاباتی وی را بینید که کیها بودند. رحمانوف و دار و دسته وی میدانند که خلق تاجیکستان او و آنها را کیهان افرین کرده است. وی میزند، میکشد، نه برای آنکه زور و توانا است، چون که راه دیگر ندارد. ترس را باید برجسته، آویزان و پیوسته و دهشتناکتر نشان بدهد به ملت و مردم. اما همه چیز پایان خود را دارد و رحمانوف مطمئن باشد که همان پایان آورندگان وی در راهند و ما را دارند همراهی میکنند. اما راه شهید عمر علی قواتوف پر راه رو است و هرگز این راه را خالی نخواهند گذاشت.
رحمانوف اشتباه نکن. این نمایش های ترس آفرینت و آزاد کردن قاتلان ما را نمیترساند. اگر فکر داری که با مکافات دادن به جنایتکاران پیام میفرستی که بکشید پاداش میگیرید، پس خودت اعتراف میکنی که نظامت به چی تبدیل یافته است. این دیگر دولت نیست، این پیام آشکار به جهان و جامعه است که قانون زیر پا شده است. اما یک چیز را فراموش کرده ای، ترس نه همیشه کار میکند. بعضا ترس برمیگردد به سوی خود آن کسی که آن را پهن میکند. اس یتیماوی مخوف، تو هم طرفی خصم ما هستی و افتخار نکن با این جنایت هایت. حتما روزهای به شمار تو هم مانده است در این اریکه ظلم و استبداد. این چونین آنه که این قضیه را انجام داده است رمضان رحیم زاده. اگر تو دست و سهمی خود را در این قتل داشته باشی، پس بدان که روزهای خیلی و شماری تو هم مانده است. ما این راه را تصادفاً انتخاب نکرده ایم، با چشم باز انتخاب کردیم. میدانیم در مقابل کی ایستاده ایم و میدانیم این مبارزه چقدر گران است. مرگ میدانیم، زندان دیده ایم، تهمت از سر گذرانده ایم و هر روز تهمت شده ایستاده ایم. هیچ کدام این ما را باز نداشته است و نخواهد داشت. تو با این کارهای تنها یک چیز را اثبات میکنی. ترس داری؟ ترس از حقیقت، از نام عمر علی قواتوف، از خاطره او و از آن چیزی که او رمزش شده است. ما نمیترسیم، نه از تهدید، نه از فشار، نه از صحنه سازی های تو. راهی ما راهی برگشت به قفا و عفو و صلح با تو نیست. راهی ما رفتن تا آخر و رسیدن به آزاده ای تمام از نظام خون آشامی توست که آن روز بزرگ حتما فرا می رسد ان شاء الله. و یک چیز را بدان، پیروزی دیر شود هم آن روز می رسد و ما با این ایمانی کامل داریم و این وعده الله ماست. بله بیننده گرامی، واقعا هم خیلی یک حادثه است که هر یک شهروند را باید به فکر کردن و اندیشه کردن مجبور نماید که فکر کنید. شخصی که قاتلی عمر علی قواتوف را آزاد، شخصی که زندانی یک عمره را آزاد ولی بگناهان در زندانهای رحمانوف قرار دارند و هیچ گناه ندارند و مهلت‌های طولانی و از زندان جسدهای بیجان آنها را میبرارند، ولی قاتل از زندان رحمانوف آزاد و برایش مکافات میدهد. ببینید که میلیارد میدزدند مثل اسمتی دولیک، ولی آزاد و باز هم معاونی، یعنی تلکاش میماند. ولی عزت امان برای 260 سامانی 16 سال زندان می شود. این از عدالتی حکومتی رحمانوف. پس دیگر خلاصه به خودتان، چی دروغ گفتیم، چی تهمت کردیم، آیا آنچه که اینجا گفتیم تهمت از دروغ است؟ کمی فکر نمایید که ما و شما در کجاییم و به کجا رفته ایستاده ایم. بله بیننده گرامی، اگر هر معلوماتی از این قاتل دارید و میبینید او را و هر عمل کرده او را در هر کجا که دیدید، شما باید از او بنویسید تا اینکه ما هم حسب حال این قاتل را برای ملت بازگو نماییم، چون او دیگر نه در این دنیا زندگانی آرام داشته میتواند، قبر آخرتش که نزد الله است. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید تا اینکه ملت و مردم بیشتر این خبیث رحمانوف و دستاندرکاران قتل شهید عمر علی قواتوف را بیشتر و خوبتر شناسند. با امید پیروزی، با امید رسیدن حق به حقدار، با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.